سلام، اینجا کوکستیله. امروز اومدم یه دستگاه خیلی جالب رو بهتون معرفی کنم. دستگاه بیفتکسن یا تندرایزر برند نوآو ساخت ایتالیا. شرکت نوآو یه شرکت قدیمیه که از سال 1972 تو ایتالیا کارش در زمینه تولید ماشینالاتیه که مربوط به برش زدن گوشته، مثل دستگاه اسلایسر، کالباسبر و سایر محصولاتی که خیلی تنوع بالایی دارن. دستگاهی که جدید شرکت نوآو معرفی کرده این دستگاه تندرایزره که این دستگاه بدنش کامل از استیل 304 ساخته شده. یه کاور خیلی زیبای پلیکربنات با جنس خیلی ضخیم داره. این دستگاه مجهز به یه موتور 370 وات با یک گیربکس خیلی قدرتمنده که شما هر نوع گوشتی رو که بخواید میتونید در واقع توش تندرایز کنید. تندرایز در واقع میشه همون نازک کردن، ترد کردن گوشت برای اینکه بتونید مرینید بهتری داشته باشید، بهتر بتونید طعم بهش بدین و نیازی به پودهای مرینیدی که حالا توش موادهای شیمیایی مثل جوش شیرین داره نداشته باشید. دستگاه با یه دور ثابت کار میکنه. دو تا کلید خیلی دم دست براش طراحی شده که طراحی ارگونومیک توش رعایت بشه که هر زمانی که شما بخواید کلید آن که مجهز به یه چراغ LED دورشه رو روشن کنید و هر زمان بخواید استاپ کنید دستگاه رو، کلید آف رو فشار میدید و دستگاه از کار میایسته. دستگاه‌های بیفتکسن یا تندرایزر یا حالا استیکسن که به همین سه اسم میشناسن تو ایران، الان دیگه توی دنیای امروز جزء دستگاه‌هایی که برای هر فروشگاهی که مواد پروتئینی عرضه میکنه یا رستورانایی که حجم فروش استیک یا غذاهایی که در واقع بیس گوشتی دارن تو منوشون خیلی زیاده، این دستگاه خیلی واجبیه براشون که تهیه کنن. دستگاه نوآو که ما اینجا داریم، من یه براتون باز و بستش میکنم که شما ببینید که موقعی که دستگاه رو تهیه کردید بتونید راحت دستگاه رو نظافت کنید، چون بیشترین آسیبی که دستگاه‌های بیفتکسن میبینن معمولا از نظافت غلط یا باز و بسته کردن غلطه که باعث میشه که شونه ها، تیغه ها آسیب ببینه و یه هزینه خیلی سنگینی رو اون کسی که صاحب دستگاه، اون یوزر، متحمل بشه. این دستگاه طراحی خیلی جالبی داره برای باز و بسته کردن. یه ضامنی اینجا قرار دادن که مشخصه، یه عکس قفل باز و قفل بسته روشه. شما وقتی اینو رو حالت قفل باز میذارین، میکروسویچ دستگاه قطع میشه و دستگاه دیگه اصلا کار نمیکنه. شما الان این دکمه رو فشار بدین، دستگاه دیگه کار نمیکنه. یعنی دستگاه آماده است که شما بتونین بازش کنین برای نظافت. حالا من اینجا تلق رو براتون باز میکنم. دو تا شفت اینجاست که شما اینو که میکشین بیرون به سادگی این باز میشه. خود تلق دستگاه دوباره برای نظافت آسان‌تر یه لولا داره که شما اینو کامل میتونین باز کنید. خیلی جنس ضخیمی نسبت به برندهای مشابه داره. خیلی جنس مرغوبی استفاده شده برای تلق این دستگاه و به این راحتی نمیشکنه، آسیب نمیبینه. برای باز و بسته کردن خود تیغه یه کار جالبی که نوآو کرده، دو تا کاور استیل براش گذاشته که شما لازم نباشه که دستتون رو به تیغه بگیرین، دستتون آسیب ببینه، زخم بشه. یه قفلی این زیر قرار دادن که شما این قفل رو وقتی آزاد میکنین، این تیغه خیلی راحت یه تیکه مکانیزم تیغه ما باز میشه. حالا من اینو میارم این طرف که شما بهتر بتونید ببینید. تمام این تیغه که میبینین جنسش فولادیه، استیل مناسب برای مواد غذاییه. شما برای باز کردن این اول میتونید کاورهای بغل رو خیلی ساده باز کنید. کاورها خیلی راحت هم سر جاشون میفته. من یکیشو یه بار میندازم که ببینید. این دو تا کاورهای بغل باز میشه. برای باز کردن تیغه ها و شونه ها شما میتونید دستگاه رو به بغل بخوابونید. این قسمت تیغه‌شو دو تا چفت اینجا داریم که این دو تا چفت به این شکل آزاد میشه. وقتی آزاد شد این تیغه کامل در میاد. شما این تیغه رو خیلی راحت میتونید با یه فرشه مناسب زیر آب گرم با مواد شوینده مناسب تمیز کنید که آلایندگی گوشتی توش نمونه فاسد بشه، بخواد دستگاه بو بگیره. این اتفاق خیلی میفته. کسایی که این دستگاه رو استفاده میکنن مهمترین اصل براشون نظافته. این تیغه رو من میذارم کنار. دوباره قسمت پشتیشم
به همین ترتیب این 2 تا چفت خود به خود آزاد میشه، این تیغه میاد. فقط برای جا زدن دقت کنید 2 تا شیار اینجا روی این 2 تا کوبلی که 2 تا مهره هرزگرد که انتهای تیغه هست وجود داره که اینا باید حتما سر جاشون قرار بگیره. به این شکل دستگاه تیغش جا میفته. خارج کردنش هم به این شکله. بعد از اینکه اینو باز کردین شونه های دستگاه هم به شکل کشویی در میاد. ضخامت شونه ها، کیفیت بالای تیغه ها این تضمین رو به شما میده که بتونین بهترین حالت تندرایزینگ رو داشته باشین. یعنی خیلی هر نوع گوشتی که داشته باشین، حالا گوشت دریایی باشه، گوساله باشه، گوشت قرمز، هر نوعی که باشه شما میتونین این اطمینان رو داشته باشین که با این دستگاه خیلی راحت گوشتتون بافتش باز میشه، اون بافتای پیوندی گوشت از همدیگه باز میشه و آماده میشه برای طبخ بهتر، مرینیت بهتر. این کیفیت بالایی که نوآب برای ما تضمین میکنه روی این دستگاه. برای اینکه ویدیوهای بیشتر ما رو ببینید حتما یادتون باشه که دکمه زنگوله رو بزنید و کانال ما رو سابسکرایب کنید. برای تهیه این دستگاه هم میتونید هم به وبسایت ما با آدرس cooksteel.com مراجعه کنید یا بگیرید، ما در خدمت شما هستیم.